خسته نباشید. امروز روز سوم چالش تبدیل 10,000 تومان به پژو پارس. اومدم تو ویدیو قبلی که دیدین تونستم بره 2 برابرش کنم برسونم به 160 تومان. حالا 160 تومان همش دادم به جوراب. بریم ببینم میتونیم از این مغازه ببینم میتونیم این 160 تومان رو 2 برابر کنیم یا نه. یعنی باید جفتی 15 خریدم، یعنی باید بدمشون جفتی 30 تومان تا با 2 برابر بشه. چیزی نتونستم بفروشم. البته سر و زور هیچ کس تو خیابون و اینا نیست، به خاطر همین مگه عصر اینا که کمی جا خیابونا شلوغ میشه اون موقع بتونم بفروشم. سلام خانم، خسته نباشید. دارم ویدیو واسه یوتیوب میگیرم، چالش درآمدزایی. جوراب از من میخرین؟ نه. خواهش میکنم. سلام داداش، خسته نباشید، روزت بخیر. دارم ویدیو واسه یوتیوب میگیرم، چالش درآمدزایی. جوراب از من میخرین؟ سلام خانم، خسته نباشید. من یوتیوبرم، ویدیو واسه یوتیوب میگیرم، چالش درآمدزایی. جوراب لازم نداریم بخریم؟ خواهش میکنم. خب 20 دقیقه است که هنوز دارم ادامه میدم. فکر کنم به 50 نفری گفته باشم تا الان و همه پشت سرم میگن نه. همچنان قوی داریم ادامه میدیم، ببینم چه کار میکنیم. واقعا یکی از سخت‌ترین کارا داخل دنیا فروختن جورابه. اونم به صورت اینکه بگیری دست داخل کوچه خیابون بگردی، نه مغازه داشته باشی. با اینکه حتی از اسم یوتیوب استفاده می‌کردم، میگفتم یوتیوبرم و اینا، ولی هیچ کس نمی‌خرید. بعد یهو یاد این جمله افتادم، تا وقتی که خودت کار می‌کنی به پول در نمیاری مگه اینکه بقیه واسط کار کنن. واسه همین با یکی از این بچه کوچیکا که آدامس و جوراب و اینا میفروشن داخل کوچه خیابون حرف زدم، جورابا رو بهش دادم که واسم بفروشه. بعد در قبالش بهش گفتم من قرار بود خودم دونه 30 بفروشم. بهش گفتم هر چقدر بیشتر 50 40 اینا فروختی اضافه ترش واسه خودش. اونم قبول کرد. بعد گفت که حتی اگه به عنوان هدیه یا کمک هرچی بهش دادن خودش برداره. منم قبول کردم. دیگه جورابا رو بهش دادم تا حالا 1-2 ساعت واسم فروختشون. حدود 100 تومن اینا هم خودش گیرش اومد که بهش دادم. اینم از چالش امروز روز سوم. داخل کامنت ها حتما کمکم کنید ببینم واسه سوم از چه راهی استفاده کنم که 2 برابر بشه. حتما از راه شما کمک میگیرم، از ایدهاتون. خلاصه اگه این چالش رو امتحان کردین اصلا سمت جوراب نرین.